قصه اختراع این کولرها از یکی از روزهای گرم تابستان شروع شد. زمانی که جان آقا چند سال پیش از جنگ فرار کرد، به لشکرگاه آمد و گرفتار گرمای شدید شد. او همراه دوستش به فکر چاره شدند. پس از حدود 20 روز تلاش توانستند از قطعات ابتدایی مثل سیم موتور و پنکه ماشین و بشکه کولری بسازند. اولین پرزه چې و د موټر و د موتورسایکل و. قطعات اولیه را از ماشین و موتور گرفتیم. پنکه از ماشین و سیم گاز از موتور. از پمپ آب برف پاکن ماشین هم استفاده کردیم. در ابتدا مشهور شده بود به غریب کولر. آدم‌های فقیر از آن استفاده می‌کردند. اما رفته رفته دیگران هم خریدار شدند. دوام آن نسبتاً زیاد است. با برق آفتابی و باتری ماشین هم روشن می‌شود. این موضوع ایمنی آن را افزایش می‌دهد. قطعات ساخت کولر هلمندی فعلا در 3 کشور تهیه می‌شود. به طور مثال اینها در چین، پکه و این در پاکستان ساخته میشه. پوشال‌های چوبی در خود هلمند و ایلوله پلاستیکی هم در هرات. موضوع جالب دیگری که تولید کنندگان چینی نمیدانند که چیزی را که ساختن برای چی ساختن. فقط نمونه گفته شده و بر اساس اون نمونه این قطعه ساخته شده. راز ساخت کولر هلمندی باید در خود هلمند باقی بماند. در سال اول 8 دستگاه کولر ساختند. در سال دوم 700 دستگاه و در سال سوم تولید به حد بسیار زیاد رسید. در افغانستان از این کولرها به کابل، قندوز، جلال آباد، مزار شریف، هرات، بادغیس و قندهار صادر کردیم. به پاکستان هم فرستاده ایم. در بلوچستان و کراچی هم فروش داریم. حالا در هلمند، ولایتی که گرمی هوا به بیش از 40 درجه سانتیگراد میرسد، چندین کارخانه دیگر کولرهای نسبتاً مشابهی تولید می کنند. اما جان آقا و محمد اشرف میگویند هر سال در اندازه، شکل و کاربرد کولرهایشان تغییر ایجاد می کنند. با این حساب 1 سال از دیگر تولید کنندگان جلوتر هستند. علی حسینی، BBC